سرخط خبرهای مهم. شهرداری استان هجوم به میوه و سبزیجات تاجیکستان را شرح داد. 128 میلیون نفر تاجیک در قید مهاجرت روسیه و نظرسنجی مکتب دولتی انتخاب میکنید یا خصوصی. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 29 آگوست. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی هشدار داده است که خطر آمدن سیل در ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی به استثنای ولایت ختلان و شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان باقی میماند. وابسته به این کمیته از ساکنان خواهش نموده است که در این روزها خیلی احتیاطکار باشند و برای پیشگیری از هر گونه خطرهای احتمالی جوب کانال‌ها و سیل‌راه‌های اطراف خود را از هر گونه مانع‌ها تازه کنند. شب 27 آگوست سیل و آبخیزی به 9 شهر و ناحیه‌های کشور آسیب رسانید. تنها در شهر وحدت 11 نفر از جمله 8 مرد و 3 زن به هلاکت رسیدند. هرچند مقامات رسما تعداد هلاک شدگان را 13 نفر میگوید، ولی بنا بر گزارش‌ها تعداد قربانیان میتواند بیشتر باشد، چون پاکسازی و رفع عاقبت‌های فلاکت ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه آمار نوی مهاجران را اعلام کرده است. به اطلاع منبع در نیم ساله اولی سال 2023 در روسیه 513 میلیون نفر شهروندان خارجی و شخصان بی شهروندی به قید مهاجرت گذاشته شدند که از این تعداد 128 میلیون نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. در این باره خبرگزاری اربک خبر داده است. به اطلاع رسمی تا آخر نیم ساله 128 تا از 115 هزار نفر ساکنان تاجیکستان حجت اجازه زیست یا ونژ عمل کننده داشتند و نسبتی 86 از 196 هزار نفر تاجیکستانیان درباره دادن شناسنامه روسیه قرار مثبت قبول شده است. وزارت در حال آمار مهاجران را نشر کرده است که عملیات ضد مهاجران از تاجیکستان و دیگر دولت‌های پساشوروی در روسیه ماه‌ها باز جریان دارد. بعضی از آنها را بازداشت و اخراج می‌کنند. ایده را برای خدمت در ارتش و اشتراک در نبردهای مسلحانه در اوکراین مجبور می‌نمایند. با ایده مهاجران حتی آنهایی هم که تمام سندهای بود و باششان درست است و قانون شکنی نکردند بازداشت و اذیت و اخراج می‌شوند. شهرداری استان ژنیس قاسمبک گفته است در جریان نمایشگاه محصولات تاجیکستان که اخیراً در پایتخت قزاقستان برگزار گشت حالتهای آسیب دیدن مال و ملک مشاهده شده است. به گفته قاسمبک برخی از ساکنان محلی آویزه رسته و آرایش‌ها را تخریب کردند. این نشان دهنده مدنیت پست و قدر نکردن مهنت دیگران است. با دلیل عملی برخی از افراد نام تمام ساکنان استان بد شد، نوشته است او در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک. شهرداری استان افزوده است که به پلیس دستور داده است تا شخصیت افراد خرابکار و ویران کننده ترتیبات جمعیتی را معین کنند. گناهکاران به جوابگری کشیده خواهند شد، اظهار داشته است شهردار. طور ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند برخی از ساکنان استان بعدی به پایان رسیدن نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنعتی، هنرهای مردمی و طعام‌های ملی تاجیکستان در میدان اکسپو شهر به میوه و سبزیجات هجوم می‌کنند. به اطلاع شهرداری استان در چاره‌بینی حدودی 300 استحصال کننده محصولات کشاورزی از ولایت سوخت اشتراک کرده بیش از 1000 تن محصولات به نمایش گذاشته شده بود. تا آغاز موسم تحصیل روزهای به شمار باقی مانده است. به اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4000 مکتب است که در آنها بیشتر از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کنند. بیشتر مکتب‌ها دولتی هستند و از حساب بودجه مبلغ گذاری می‌شوند. همکاران ما این بار از ساکنان و مهمانان شهر پرسیدند که می‌خواهید فرزندتان در کدام مکتب تحصیل کند و چرا؟ آیا امکانی در مکتب‌های پولکی گذاشتن فرزندتان را دارید و آیا سطح تحصیل در مکتب‌های خصوصی و دولتی فرق می‌کنند؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم. شرایط باشه همه روسی در بخونه با خوبتره. سببش که برای چی که خیلی مکتب میونه دنده خیلی جواب بود خیلی برای آیندهش باید جو مقصد یاد ای دولت بیرون میشه دولت خارجی با روسی را بدونه با خوبتره ده واسه گیمناز لیسه کدامش که نباشه دانش بگیرن آخه فرق چه در کدام مکتب باشه دانش خوب بگیرن کار کنن آخه وای زاویسته مثلا پدر مادرشون جای کاری نقص کار کند شرایط خوب داشته باشن گیمناز لیسه میمونن من برین کم بغل باشن کم بیزاتر باشن اگر مکتب عادی دا موندن میگیرن
یا ریشه به کرپت پا دراز میکنه. اونجا که هست مقصد اونجا معلومات دیگه پرسشی دیگه مقصد میگن قیمت به همت نه ارزان به علت نه. بهترین مکتب است لیسه و گیمنازی ها. زمان پیش رفتگی اگه مکتبای نوشیدگی اینو نغزن اما مکتبای پیش کم ترخی بود چی شیدن ده؟ مکتبای نو نغزن کل زورم نمیرسه آخه میخوایم زورم نمیرسه مرا زورم نمیرسه اگه نمیخوایم بخونن نمیتونیم نویره هم پدر نداره خودم شوهرم نو گذشتگی ها یافته خورسادیم شگر اگر وضعیت شرایط میخوایم بخونه آخه زورم نمیرسه میخوایم بخونه وقت خیلی زورم نمیرسه ماشین میشینم مثال پول مکتبش نمیتونیم خیلی سه دبا نقض یاد میتینده چه مسئله توجکی دبا هم سه دبا نقض یاد میتینده مسئله مبلغشون اکو مبلغشون هم گفته پوکی تاریخه اکو قبیسو آنها میگیرن چند هست میتینن معلومه. بیننده های عزیز شما هم می توانید زیر این برنامه برایمان نظر خود را نویسید. پرزیدنت های روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب اردوغان اول های ماه سپتامبر امسال در شهر سوچی ملاقات خواهند کرد. حزب عدالت و رشد ترکیه که اردوغان راهبر آن است گفته است پرزیدنت ها امکان اشتراک دوباره روسیه در سازشنامه غله یا گزینه آن را بررسی میکنند. سخنگوی پوتین دمیتری پیسکوف هم درباره این ملاقات خبر داده گفته است کرمل به آن آمادگی میبیند. رسانه بلومبرگ با استناد به منبع‌های خود اطلاع داده که ملاقات 8 سپتامبر امسال برگزار می شود. از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین بندرهای اوکراینی در بحر سیاه زیر محاصره نیروهای روسیه قرار گرفتند و صادرات گندم تقریبا قطع شده بود. سپس جانب‌ها با میانه‌روی سازمان ملل متحد به سازش رسیده صادرات گندم اوکراینی را اجازه دادند. مهلت سازش 7 ایول امسال به انجام رسید. روسیه بعد به پایان رسیدن مهلت گفت قصد تمدید آن را ندارد. و در بخش یک روز تاریخ همکارم آخرامان بخازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 6 عصر پیش در سال 1417 در میدان معروف رگستان سمرقند نبیره تیمور اولوغبک امیر این شهر و دانشمند علومی دقیق و ستاره شناسی معروف دور مدرسه را بنیاد کرد که برای تحصیل و زیست 100 شاگرد پیش بینی شد. در 2 عصر بعدی در این میدان 2 مدرسه دیگر شیردار و تلاکاری ساخته شدند که دانش‌های بلندی علمی دور را فراهم می‌کردند. سال 2001 یونسکو پایتخت مدنی تاجیکان را که حالا در حدود ازبکستان است به فهرست میراث فرهنگی جهان وارد کرد. به دنبال امریکا در تاریخ 29 آگوست سال 1949 در اتحاد شوروی نخستین آزمایش بمب هسته‌ای برگزار شد که برای ایجاد آن از اوران استحصال شده در کارخانه تباشر شمال تاجیکستان کار برده شده است. کمبینات کوهی و کیمیایی لیناباد که بعداً به وستاکردمت تبدیل نام کرد، سال 1945 مخصوص با هدف کمک در ایجاد بمب هسته‌ای ساخته شد. 29 آگوست سال 2018 در باغ جانوران شهر هلوبوکا над Влтавой جمهوری چخ به خرسک تیانشانه تولد شده از مادر تاجیکستانیش اسم تاجیکی ناخن سفید داده شد. در انتخاب نام خوانندگان رادیوی آزادی مساعدت کردند و دانشمندان کارمند باغ جانوران نام علمی تاجیکی را انتخاب کردند. ناخن سفید ملموی ادامه دهنده نسل خرس‌های نادر بوده به فهرست جانوران در حال نابودشوی داخل می شود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی 1000 روبل 115 سومانی فروش و 112 سومانی خرید کرده می شود. 100 دلار 1096 سومانی خرید و فروش 1100 سومانی است. و 100 یورو 1170 خرید و فروش 1175 سومانی مقرر شده است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهبانتان.